تو نجف مشغول تحصیل و تهذیب نفس بود و به کار خودش مشغول بود. اما گروهی که مخالف عرفان بودن نامه‌ای به پدرش نوشتن که چه نشسته‌ای که امکان داره پسرت از درس و بحث خارج بشه و از بدگویی درباره اون چیزی کم نذاشتن. پدر هم نگران پسر تو نامه‌ای بهش نوشت که من راضی نیستم جز واجبات عمل دیگه‌ای انجام بدی. حتی راضی نیستم نماز شب بخونی. وقتی نامه پدر به دستش رسید، خدمت آقای قاضی رفت و نامه رو به ایشون نشون داد. آقای قاضی گفتن شما مقلد چه کسی هستین؟ باید از مرجع تقلیدتون این سوال رو بپرسین. ایشون هم خدمت آقا سید ابوالحسن اصفهانی رسید تا در این باره کسب تکلیف کنه. این مرجع تقلید هم جواب دادن باید حرف پدرت رو اطاعت کنی. پس اون هم به اطاعت از پدر سکوت کرد و چیزی نگفت. خیلی کم در کوچه و خیابون رفت آمد میکرد و همه این کارها برای این بود که از دستور پدر اطاعت کنه. همین منش و رفتار از اون آیت الله بهجت ساخت. مرجع تقلید بزرگی که به جایگاهی رسید که همه جا و همه کس از کراماتش صحبت کنند. آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی بعد از فوت ایشون فرمودند برای این جانب و همه ارادتمندان آن مرد بزرگ این مصیبتی سنگین و ضایعه‌ای جبران ناپذیر است.